ما در مقابل دشمن کوتاه نمیاییم. ما با اتکاء به خدای متعال، با اتکال به خدای متعال यूनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ आज एक एहतजाज किया और उस एहतजाज में अफसोस है, तकलीफ़ है कि हमारे वतन के मुहाफ़िज़ इदारों ने उनके साथ जो जुल्म किया, उनके साथ जो ज़्यादती की, शाया निशान नहीं था। मगर मैं मीडिया के दोस्तों को मुतवज्जे करने के लिए ये हमने वो 2 बोरियां भी आपके सामने ला के रख दी हैं। ये वो शैल हैं जो इन गमज़दा, इन अफसरदा, इन अपने महबूब रहबर की शहादत की खबर सुनने वालों पर चलाए गए। 16 दुनिया میخواهی نماز شب کن، اگر آخرت میخواهی نماز شب کن. نماز شبی تهجد برای امثال ماها که روز مشغولیم و گرفتاریم و مشکلات داریم، سر و کله با این بزن، کار با اون بکن، تو محیط زندگی سخت دیگه. اگر بخواهیم یک رابطه خوبی بخوایم داشته باشیم در بین این همه گرفتاری ها، چاره ای منحصر است در همین که انسان سحر بلند شه. جانم شهید بشه. شما اول بزرگ بشید، انشالله قدرتون بلند بشه، درس بخونید و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشید. یه 80-90 سالم عمر کنید بعدم شهید بشید. گاهی دل از غم مالامال می شود. هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی. اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوهها رو میشکنه، انسان مؤمن رو نمیتوانه بشکنه. راه رو باید